شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه بازداشت شدن نسیم جان صابرجانوف یک ساکن شهر قرانتپه را تصدیق کرد که خود را کارمند وزارت کارهای داخلی معرفی کرده به خویشاوندان روحانی زندانی سید مهدی خان ستارov بر عوض پول از محبس آزاد شدن او را وعده کرده بود. به اطلاع مسئولین شعبه کارهای داخلی اسماعیلی سامانی، صابرجانوف 3 روز پیش در شهر خوجند بازداشت شد و فعلا در دوشنبه در بازداشتگاه موقتی قرار دارد. در جریان تفتیشات پیشکی و روبروکنی ها با خویشاوندان روحانی، صابرجانوف گفته است که آماده است بر عوض پولی از آنها گرفته یک ماشینش را بدهد، ولی آنها به این پیشنهاد راضی نشده به پرداخت پره $20,000 ضمانتشان پافشاری کردند. سید مهدی خان ستارov 70 ساله که با تخلص شیخ تیمور معروف بود، سال 2015 برای تمجوی بسیار زنی مانع شدن به تحصیل فرزندان و اشغال خودسرانه زمین به 16 سال زندان محکوم شد. خود این روحانی از جمع اتهامات علیهش اعلان شده فقط بسیار زنی را اعتراف کرده است. زمان بازداشتش مقامات ستارov را در دعوای پیغمبری گناهکار کرده، گفتند که او خود را امام مهدی پیغمبری آخر زمان اعلان کرده و در اطرافش شاگردان و مریدان زیادی جمع کرده بود. سال 2016 خانواده ستارov ها در یک شکایت رسمی به پلیس گفتند که در امر آزاد کردن روحانی به وعده یک نفری داده شدند که گفته است توان میانروی در قضیه عفو و آزاد شدن او مساعدت میکند. این نفر نسیم جان صابرجانوف خود را یک کارمند وزارت امور داخله معرفی کرده و وعده داده است که اسم ستارov را به فهرست افراد مورد عفو در سال 2016 وارد میکند. سال 2016 به مناسبت 25 سالگی استقلالیت تاجیکستان قانون عفو 12,000 زندانی قبول شد و در چارچوب آن هزارها نفر از زندان آزاد و دیگرها سبوکی‌های در حکم زندان خود گرفتند. اسم سید مهدی خان ستارov در این فهرست وارد نشد و خویشاوندان صابرجانوف را در تقلب و سوء استفاده از باوری آنها عیبدار کردند. مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت در ماه می سال روان در صحبت با رادیو آزادی مراجعت نزدیکان شیخ تیمور را تصدیق کرده و خبری در پیگرد قرار داده شدن نسیم جان صابرجانوف را تایید نموده بودند.